جلسه با یکی از مامان بابا داشتم میگفتم که با توجه به این شرایطی که پیش اومده منم دیگه حوصله ویدیو گرفتن ندارم و اصلا نمیدونم چی بگم، چون دیگه واقعا الان وقت یه سری کارا نیست. بعد بابایی که تو جلسه بودن بهم گفتن دقیقاً راجع به همین ویدیو بذار. موضوع چی بود؟ اینکه با توجه به شرایط الان و اضطراب و استرسی که هنوز توی خیلی از مامان باباها هست، لازمه که یک سری سختگیری ها و یک سری نظم و قوانینی که داشتیم برای تربیت بچه ها رو یه کمی شلترش کنیم. یعنی وقتی که من مامان میدونم که اعصابم نمیکشه که الان بچه من خیلی بخواد غر بزنه و بخواد گریه کنه، بهتره که اون قانون رو اگر میخوام بعد 2 ساعت گریه کردن نقضش کنم از همون اول نقض کنم و نه به بچه این اجازه رو بدم که با گریه کردن به هدفش برسه، نه اعصاب خودم رو خورد کنم. ما فعلا حدوداً 1-2 هفته دیگه شاید نیاز داشته باشیم برای اینکه بخوایم به آرامش برسیم و بعد بتونیم قوانین خونه رو مثل قبل سفت‌تر و محکم‌تر برای بچه‌ها اجرا کنیم.